بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. مرگی که از اون فرار کنی ملاقات کن شما رو. شخصی نزد حضرت صلی الله علیه و سلم هنو یا رسول الله متى الساعه، قیامت کی برپا بی؟ حضرت صلی الله علیه و سلمش فرمود و ما اعددت لها، چی چیز بر قیامت آمادت کرده؟ اگه قیامت کیهن اصلا مهم نیم، چرا که در حدیث دیگر حضرت فرمایه من مات فقط قامت قیامتو، هر کسی مرد قیامتوی برپا بوده دیگه. این دنیای گذشته از شخصه و این سرنوشت همه مون. 100 سال بعد یه شخص دیگه اودای صحبت کردای و یک اشخاص دیگه اودان گوش کشیدان و یک تعزیه دیگه در رو بند و خمون نیستم دیگه. 100 سال قبلی ها حسرت جای خمون شنگن و 100 سال بعد خمون حسرت جای افرادی که کدان مونگن. به یک سبحان الله، به یک کار خیری، به یک صدقه، به یک نیت خیری نامه اعمال مونگ تا ما پر بکنم، هیچ چیزی جز نامه اعمال مونگ نیم. اللهم بلغ وأوسل ثواب ما قرأنا من القرآن الكريم وبركة نور ما تلونا من كلامك القديم، هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة منك شاملة، نقدمها ونهديها إلى حضرة سيد الأنام ومصباح الظلام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحابتهم أجمعين.